Did you wash your hands? سلام بچه ها، اومدیم با یه انیمیشن فوق العاده معروف و خیلی جذاب که فکر کنم همه شما شنیدینش و دیدینش. شگفت انگیزا. Did you wash your hands? With soap? Did you dry them? What? Is this all vegetables? Who wanted all vegetables? I did. They're good and you're going to have some. Are we going to talk about it? What? The elephant in the room. What elephant? I guess not then. بریم با دیدن این انیمیشن معروف زبانمون رو با هم قوی کنیم. Did you wash your hands? Did you wash your hands? بچه دید به معنای سوال. دید زمانی که اول جمله میاد یعنی سوالی داره میکنه جملمونو. دید زمانی اول جمله سوالیه. بعد مربوط به گذشته حساب میشه. وقتی دید میاریم یعنی جملمون به گذشته. این کار رو توی گذشته یعنی انجام دادی، مربوط به زمان گذشته میشه. انجام دادی. یه نکته تلفظی که داره did you زمانی که تلفظ میشه و خونده میشه did you تلفظ میشه. Did you wash your hands? Your صفت مالکیته که میاریم your hands یعنی دستای خودتو، دستاتو شستی؟ آیا تو دستاتو شستی؟ نکته دوم اینه که زمانی که ما دید استفاده میکنیم did you که به گذشته داره اشاره میکنه میتونیم از WH ها استفاده کنیم. What, where, when, why, how. Did you مثلا میخوایم بگیم تو رفتی did you go. When did you go چه وقت رفتی. Where did you go کجا رفتی. How did you go چطور رفتی. ولی یک استثناء داریم که اون یه استثناء رو در جلوتر باش آشنا میشیم. بریم که ببینیم اون استثناء چیه. Did you wash your hands? With soap? اینجا میگه with soap یعنی با صابون. soap به معنای صابون هست. With soap? Did you dry them? اینجا میگه did you dry them. dry به معنی خشک کردنه. خشک شدن هم معنی میده. خشکم معنی میده. خشک کردن. Did you dry them. dry خشک کردن. them یعنی اونا رو خشک کردی. دستاتو خشک کردی و پسر عصبانی میشه. دستش تکون میده. یعنی من الان خشکش میکنم. بریم ادامهش رو ببینیم. Did you dry them? What? Is this all vegetables? What? Is this all vegetables? بچه ها vegetable به معنای سبزیه. شامل تومیتو، پتیتو، براکلی، کیوکامبر شامل سبزی میشه. ولی vegetables یعنی سبزیجات. What? چی؟ Is this all vegetables? اینا همش سبزیجاته؟ What? Is this all vegetables? Who wanted all vegetables? Who wanted all vegetables? Who ordered our vegetables? Who چه کسی؟ order به معنای سفارش دادنه. order. Who ordered all vegetables? کی
این سبزیجات رو سفارش داد. خب بچه اینجا همون نکته که تو قسمت قبلی بهتون گفتم. who اینجا who وقتی که میاد تنها WH داره، خاصی که هست who وقتی که میاد did همراش نمیاد دیگه، did حذف میشه. زمانی که who هست آوردن did مجاز نیست. تنها WH هایی که آوردن did به همراهش غلطه و کاملا اشتباهه، چون خودش کننده کاره به تنهایی میاد. Who ordered our vegetables. order به معنای سفارشه. order ed بهش اضافه میشه، یعنی کی اینها رو در گذشته. ed اضافه میشه به معنای گذشته هستش. کی اینا رو سفارش داده؟ کی این سبزیجات رو سفارش داده؟ پس زمانی که هو داریم ما دید و اصلا اجازه نداریم واسش بیاریم. شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ نه چی شده؟ چی شده؟ Who ordered our vegetables. زمانی که هو میاد دیگه هیچ وقت نباید باهاش ما دید استفاده کنیم و هو تنها WHه که به تنهایی استفاده میشه. منم پدر جان. مثلا did you میتونیم where باش اضافه کنیم. Where did you go. کجا رفته. کجا رفته. ولی زمانی که هو داریم اصلا اجازه نداریم دید استفاده کنیم. این نکته استثنا رو همیشه توی ذهنت نگه دار. بریم اینجا یک مثال بزنیم. میخوایم بگیم کی زنگ زد. Who did call. نه این اشتباهه. Who called. کی زنگ زد. Who ordered all vegetables? I did. They're good and you're going to have some. I did به معنی اینکه من سفارش دادم. I did. They're good and you're going to have some. They're good یعنی اونا خوبن، اینا خوب هستش و تو باید اونا رو بخوری. Have some. بچه going to هم تو قسمت قبلی بهتون توضیح دادم. قراره تو مقداری از اونو بخوری. have some. ببینید فعل خوردن توی انگلیسی eat میشه. eat به معنای خوردن، ولی توی روزمره ما از have استفاده میکنیم. have مثلا some مقداری از اونو باید بخوری، مقداریشو بخوری. به جای eat در مکالمه های روزمره از have استفاده میکنیم. پس برای خوردن توی وعده های غذایی از have استفاده میکنیم، نه eat. یکم خودمونی تر و قشنگ تر. مثلا میخوام بگم من ساعت 8 صبحونه میخورم، میگم I have breakfast at 8 o'clock. I have breakfast یعنی من بریکفستم و صبحانم رو میخورم ساعت 8. eat به معنای خوردن، ولی در مکالمه از have استفاده میکنیم. have. یه مثال ببینید من ساعت 8 صبحونه میخورم. I have breakfast at 8 o'clock. I did. They're good and you're going to have some. Are we going to talk about it? Are we going to talk about it? Talk about it. Are we یعنی going to یا همون گانا، همونجور که در قسمت قبل و بخش قبل گفتم، یعنی قصد داشتن. اینجا میگه ما قراره در موردش talk about it صحبت کنیم. یه نکته تلفظی که اینجا هست، دو تا نکته که هست، یکی going to ما میتونیم به جای going to بگیم gonna، و نکته دوم talk الش خونده نمیشه، الش سایلنته، talk نیست، talk. بعد به هم چسبیده میشه. talk about it.
ما قراره در موردش حرف بزنیم. Are we going to talk about it? What? The elephant in the room. اینجا دخترش بهش میگه که ما قراره در موردش صحبت کنیم. پدرش میگه what؟ در مورد چی؟ دختره میگه the elephant in the room. The elephant به معنای فیل هست. In the room فیلی که داخل اتاقه؟ نه. این اصطلاحه. این یعنی یک elephant یک مشکل بزرگ که کسی نمیخواد در موردش صحبت کنه. The elephant in the room یه اصطلاحه، یعنی یک مشکل بزرگی که کسی نمیخواد در موردش صحبت کنه. کسی نمیخواد به رو خودش بیاره. بریم مثالاشو ببینیم. This big elephant that's in the room for our normal life because I don't want the elephant in the room. Yeah. You know, if you're going to be, I don't want the elephant in the room. Yeah. You know. The elephant in the room. What elephant? I guess not then. باباش بهش میگه what elephant؟ کدوم فیل؟ کدوم مشکل؟ منظورش کدوم مشکله؟ کدوم فیل؟ کدوم مشکل؟ میگه I guess not then. I guess به معنای فکر کردن، حد زدن. فکر کردن و حد زدن. I guess یعنی من فکر میکنم. I guess not یعنی من فکر نمیکنم. then یعنی پس من فکر نمیکنم. پس من در موردش حرف نمیزنم. فکر نمیکنم. بچه‌ها با من همراه باشین تا بهترین روش با بهترین متدها زبان رو با هم یاد بگیریم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خوشحال میشم نظراتتون رو برای من کامنت کنین و اینکه بریم واسه مرحله سوم. بریم فیلم رو نگاه کنیم بدون زیرنویس و گوش بدیم که متوجه بشیم چی میگن. با من همراه باشین. Did you wash your hands? With soap? Did you dry them? What? Is this all vegetables? Who ordered all vegetables? I did. They're good and you're going to have some. Are we going to talk about it? What? The elephant in the room. What elephant? I guess not then.